شاید جعبه‌شو ببینی بگی یه کیبورد مکانیکال دیگه، ولی K539 رد دراگون با بقیه فرق داره. ببینیم بهت نشون بدم. داخل جعبه خودش دفترچه راهنما و استیکر و چند تا سویچ اضافه و کی کب ریموور و کابل تایپ C هم میاد، ولی با ظاهر خود کیبورد کار داریم. بله، برخلاف تصوراتتون ظاهر کیبورد این شکلیه. حتی شاید در نگاه اول فکر کنید ممبرینگه، ولی خب باید بهتون بگم این کیبورد کوچولو سبک، ضد آب، مقاوم و از طریق 3 حالت به دستگاهتون متصل میشه: دانگل، بلوتوث و سیمی که همراهش میاد و کاملا هم مکانیکال با سویچ های قهوه‌ای که برخلاف سویچ های آبی و قرمز خیلی نه پر سر و صدا نه خیلی سایلنت. از 87 عدد کلید تشکیل شده که مولتی مدیا و فانکشن خاصی نداره جز کلیدهای FN و نامپد اونم به کلی حذف شده و فریم پلاستیکی و ظاهر به شدت ساده و زیبایی داره. در پشت کیبورد 2 تا پایه برای تغییر زاویه دادن، سویچ بین اون 3 تا حالتی که بهتون گفتم و دانگلی که به صورت مگنتی قرار دادن. واقعا احساس خیلی جالبی بهتون میده که توی کیبوردهای دیگه مطمئنم امتحان نکردید.